در دانشکده صنعت تصویری و دیزاین ترینینگ آموزشی خاص راه اندازی شده ایستاده است. اصول تصویری نادر را که به نام ابرو مشهور است، به هوسمندان معلمه ورزیده از ترکیه می‌آموزاند. ترینینگ از 16 می شروع شده است و علاوه از نتیجه های خاص قیاسه می‌کنند. من در اروپا، آمریکا و کشورهای عربی بودم و این صنعت را به نمایش گذاشتم، اما چون دانشجویان تاجیک هوشمند را وانخوردم. یک چیز را میفهمانی زود میآموزند و در حال تکرار میکنند و من از این همه بسیار خوشحال شدم. ابرو اصول مخصوص تصویری است. بالای آب با رنگ مخصوص مؤلف تصویر می‌کند و پس آن را برای دیگر اشیاءها می‌گذراند، به مانند چوب، آهن، سنگ، چرم و معمولاً کاغذ. همه تصویرها معنای فلسفی دارند. نظرها در مورد وطن صنعت ابرو گوناگونند، ولی خانم اونر میگوید این صنعت در عصرهای میانه از بخارا به ایران و از آنجا به ترکیه رفته است و ترک‌ها آن را به تمام کشورهای دنیا پهن کردند. ابرو به معنای تصویر در روی آب فهمیده می شود. منیژه حکیم زاده در مورد این صنعت هیچ تصوراتی نداشت، اما طول 4 روز از این صنعت عنعنوی خوشش آمد و در آینده می خواهد خود را در این رشته نیز ببیند. در وقتی که ما به همین صنعت مشغولیم، فکرای ما آرام می شود، یعنی قلب ما پاک می شود. همین معنا را دارد همین صنعت. اینجا یعنی ما باید همه چیزش را آهسته فکر کرده، یک فانتازیایی که یک ایده که خودمون داریم در سرمون، همون رو ما باید بیان کنیم در همون روی آب. این درس آموزشی را آژانسی ترکیه آید به همکاری تیکا برای تقویت همکاری ها میان تاجیکستان و ترکیه راه اندازی کرده است. ترینینگ تا 26 می ادامه خواهد کرد. سعیدزاد محمد نظر شریپов, Asia Plus.